استانه کان و مسئله گیلی را کتاب یون استانه کان و مسئله گیلی رایو هیت شهاب لاچینی را آماده بیو کتاب نوی شش ریپلیو او تده هیریس حبسانک و مسئله یکو گیل ده آریده یایستی گیل تقریبا قاسی هشت عصری پایتخت میرکتیا مرداسیان به او چیو تاور مهم زوان مرکزی گیلی ورین آتم کرد کیو جوکا کرمانجی که دور گیلی ده استی ایزی کرد کی زانه و قصه کینه شرف خان بیتلیسی زمان خود آمه و گیل زیارت کرد و در حقی میرکتیت کتاب خود شرف نامه ده چند مینیاتوران رید معلوماتان مهماندان و آنجمازانه که گیلده یو تکیه است به او تده بساران پرورد دیینه لاچه حیفو که حتی نکام راست جنیامه که گیلده چیک بزوان گیلی و اصلی یعنی بکرتیامه نوشتش ما فکر نوشتشی بکرتکی را ورادین بینو که بفکر گیلی یو شیر نوسیایه یعنی یو سانی که جایک دن شیر بیا لا یو خبات ایسایا حتی نکا فکر گیلی سر اونی بیا نارایا ورینه که بکرتکی فکر گیلی خبات هنده را و بسر و بروشانیانا سانک و مسئله که کتاب ده جاگینه همه فکر شهر مرکز گیلی را فکر کسانی سی محمد علی قایا ملا بحری گردک علی احسان قایا آدم اوق بهچت özkurt حسین افه احمد اوق نزیر دیجله نوریه بکیل شریف آقتای خاتون ازدوغان محمود قرقاش و شهادین جانی را آریدهایی امر زفن کسان حوطه هشته سرانده مثلا گامک و شهابی فکر ایرا سانیکی آریدای امر علی اسحد قیایی هشته و چهر ساره بیو یعنی اکنی کنی دیاین آری نسانک و مسئله مازی هما امرو درگ بدو لا چند ساری باده پی اینان درشیینی بینی هر و بینی وندی کتاب استانه کان و مسئله گیلی را آری کردخ شهاب لاچین و شانخانه روشنا